5 تا از بهترین کاراکترهای انیمه جوجوتسو کایزن از نظر من. نفر پنجم فوشیگورو مگومی. خب جزو 3 نفر اصلی که هست و شخصیت پردازی خوبی داره و قوی هم است و من دوستش دارم. نفر چهارم نانامی، یکی از قوی ترین جادوگرای انیمه که خیلی هم قویه، مخصوصا داخل قسمت 12 فصل 2 که واقعا بی‌نظیر باید ببینید. نفر سوم الی سوکونا، شخصیت بد انیمه که قوی ترین نفرین دنیا هم هست که داخل بدن شخصیت اصلی هم زندگی میکنه. واقعا دیگه چی میخواد که من خیلی خودم دوستش دارم. نفر دوم گوجو ساتورو، یکی از قوی ترین جادوگرای انیمه، صاحب تکنیک 6 چشم آبی و مربی شخصیت اصلی و قوی ترین جادوگرم که هست. همین دیگه، واقعا دیگه چی میخواید. و در آخر نفر اول لیست کسی نیست جز فوشیگورو توجی. تمام بهترین مبارزه‌های انیمه به نظر من با این شخص بوده و تا ویدیو بعد لایک و ساب فراموش نشه. خداحافظ.